سلام، من ندا هستم و اینجا کانال از دام جهان جست است. و امروز بالاخره بعد از چند هفته برگردیم و حرف زدن درباره بدن رو از سر بگیریم. بدن این اولین و آخرین خونه ما، همیشگی ترین خونه ما که سرچشمه بسیاری از شرم‌های زندگی ما بوده تو هر سن و سالی. دفعه پیش یک کمی درباره خودم و آنچه بر من گذشته و آنچه تجربه کردم به عنوان یک دختری که در جامعه ایرانی در یک شهرستان کوچیک زندگی می‌کرده، در یک خانواده سنتی شبیه به خیلی از خانواده‌های دیگه در ایران، از این مسائل گفتم و خیلی کم، البته حالا جا داره که خیلی بیشتر ازش صحبت بکنم و از خشمم کمک بگیرم. خیلی دلم میخواد اینو بگم به خاطر اینکه ما یه جلسه همخوانی کتاب داشتیم، کتابی به نام شرم رو داریم با گروهی که حدیث عزیزم ساخته و فضاش رو ایجاد کرده داریم میخونیم. کتابی به نام شرم که از خانم مکنا گودمن ترجمه شده و نشر بیدگل چاپ کرده. حدیث یک همخوانی آنلاین براش برگزار کرده که ما سه شنبه ها این کتاب رو میخونیم و هفته پیش جلسه اول این همخوانی بود. کتاب درباره یک خانومه که اصلا راوی داستان خودشه و شروع میکنه از اینکه خانم خانه‌داره، حالا در جامعه آمریکا، همسرش استاد دانشگاهه، از یک همچین چیزی شروع میکنه صحبت کردن که حالا وارد جزئیات نمیشم چون مبحث اصلا این ویدیو کتاب شرم نیست. اما به هر حال ما این کتاب رو شروع کردیم به خوندن و یک جلسه ازش گذشت. جلسه پیش اتفاق جالبی افتاد و این بود که یکی از دوستانی که در این جلسه بودن موقعی که من شروع به صحبت کردم وقتی که داشتم حرف می زدم از این که من در زندگی ایرانم، وقتی که ازدواج کرده بودم، وقتی که همسرم داشت کارها رو انجام میداد و یه سری کارهای خونه مثل سبزی پاک کردن و اینها انجام میداد که خیلی طبیعیه، یه بار بابام بهش گفته بود که حالا خیلی هم از این کارا نکن. و من اینو با آب و تاب و با هیجان همیشگی که البته الان خیلی کمتر دارمش چون هنوز وارد پروسه حرف زدن نشدم، داشتم با این هیجان تعریف میکردم و یکی از بچه‌ها یهویی بدون اینکه صبر بکنه که مثلا نوبتش بشه و اینها، سریع اومدن گفتن که خب تو باید درک بکنی و شرایط بابات رو و شرایطی که توش بزرگ شده همه اینا رو باید درک بکنی و بدون که آره طبیعیه، اعصاب خودتو خورد نکن. و به این فکر کردم که چرا خشم یک احساس منفیه. من بهشون گفتم که راستش من دلیل نمیبینم، من خشمگین هستم و البته که عصبانی هستم، من حق دارم که عصبانی باشم از ظلمی که در حق من و همه زنان دیگه و به خاطر جنسیتمون بر ما رفته و چرا من خشمگین نباشم. گفتن که خب خشم برای من منفیه و من به خودم آسیب میزنم وقتی که خشمگینم. خب من ایشون رو خیلی خوب درک کردم، میفهمم که همچنان خیلی ها خشم براشون خیلی چیز منفیه و براشون مساوی با خشونته، در حالی که خشم اصلاً با خشونت و پرخاش یکی نیست. خشم، ابراز خشم روش‌های مختلفی داره. خشم به شکل‌های مختلفی میتونه بیرون بیاد که خیلی از شکل‌هاش میتونه آسیب زننده نباشه. البته که شما به خشم احتیاج دارید و البته که باید خشمگین بشید در زندگیتون، وگرنه اگر خشمگین نشید که خب
بشینیم تا دزد بیاد خونمون رو بزنه. اگه خشمگین نشیم بشینیم تا همه بیان همه حق و حقوقمون رو بخورن. البته که ما باید خشمگین بشیم وقتی که ناحقی میبینیم، اما آیا حتما باید پرخاش بکنیم؟ اما حتما باید خشونت بورزیم؟ من اینطور فکر نمی کنم و برای من خشم با خشونت خیلی جداست و میفهمم که برای خیلی ها هنوز خشم و خشونت معادل همدیگر، در حالی که اینطوری نیست. و اگر که خشم نداشته باشم چرا باید بیام سعی بکنم ویدیو بگیرم و از مصائبی که بر بدنم رفته بخوام فریاد بزنم و بیانشون بکنم و بخوام چیزی رو در هر چقدر سایز کوچیک، مقیاس کوچیک بخوام تغییر بدم؟ اگر که خشم نبود کدوم یکی از تغییرهای جهان اتفاق می افتاد؟ اگر خشم نبود زنها هنوز حق رأی نداشتن. اگر خشم نبود زنها هنوز حق کار کردن، حق داشتن حساب بانکی نداشتن. اگه خشم نبود زنها توی کشورهایی که الان حق سقط جنین قانونیه هنوز حق سقط جنین نداشتن. خشم اتفاقاً اون موتور محرکه‌ایه که باعث میشه خیلی ها و حالا در مقیاس های خیلی کوچیکتر، من خیلی خیلی ناشناس هم در حد خودم قدمی بردارم و بیام از رنج هام بخوام حرف بزنم. و میخوام امروز از این خشم کمک بگیرم و به جای اینکه تبدیلش کنم به خشونت از خشمم چیزی بسازم. خب یه ذره صبر کنیم، خانم وستا خانم به ما اجازه بدم. خب نشستن اینجا دیگه میتونیم ادامه کارمون رو جلو ببریم. خلاصه که امروز من مدیون خشمم هستم و اگه اون خشم رو نداشتم، البته که من هرگز حالا تو اون موقعیتی هم که تعریف کردم هرگز سر این موضوع با بابام خشونت به خرج ندادم، اما اگر که خشم نداشتم امروز تغییراتی رو که در زندگیم ایجاد کردم ایجاد نکرده بودم و ایجاد نمیشد و من مدیون خشمم هستم. و امروز به نظرم بیایم بگیم که امروز روز گرامی داشته خشمه برای مایی که داریم این ویدیو رو میبینیم و برای شمایی که این ویدیو اومده تو فیدتون یا روش کلیک کردید. امروز رو روز گرامی داشته خشمتون، اسم بذارید براش، اینطور امروز رو بنامید و از خشمتون ممنون باشید و بدونید که خشم شما به خودی خود آسیب زننده نیست، به خودی خود خشونت نیست، خشونت نه علیه خودتون و نه علیه دیگری. و یه چیز دیگه هم که بگم، همین الان داشتم یک ویدیویی میدیدم و یه خانمی بودن که گفتن که خشم 2 کار نباید باش کرد. یکی سرکوبش نباید کرد، همون روش خیلی فوری فوتیه، نه درکش کن، حالا تو هم ناراحت نشه، اعصاب خودتو خورد نکن. یکی این روش، این بدترین روش مواجهه با خشمه. و دومی این که بخوای بر اساسش تصمیمی بگیری و در لحظه‌ای که خیلی خشمگینی بخوای کسی رو باهاش رفتاری بکنی، حالا چه با خودت چه با دیگری فرقی نمیکنه. پس 2 کار نباید بکنی. یکی سرکوبش نکنیم، همین نسخه های این که خودتو عصبانی نکن، نه عصبانی نشو، نه منظورش این نبوده، نه فلان، همه این نه ها سرکوب خشمه. و دوم این که بخوایم برای دیگری یا برای خودمون در حالت خشم، در حالت طغیان خشم بخوایم تصمیم بگیریم و اقدامی بکنیم. و من امروز این ویدیو رو برای گرامی داشته خشم میگیرم. خشم از تمام
حقهای خورده شده و از تمام ظلمی که به ما رفته. و برای گرامی داشت این خشم و این رنج میخوام که باز برگردیم به پیام هایی که دریافت کردم، بخونیمشون و یکم دربارشون حرف بزنیم. برام نوشتن که سلام ندای عزیزم، سلام. از عمق این جهان پر از درد برات می نویسم که گرفتارش بودم و هستم. من هیچ وقت با کل بدنم رابطه خوبی نداشتم. تنها کمی و فقط کمی صورتم رو دوست داشتم که اون هم بسیار کم بود، بسیار کم. در حدی که این همه زیبایی قطعاً لایق ستایش بیشتری بود. من شک ندارم. و اصلاً هم برام مهم نیست که شما چه شکلی هستین، چه رنگ مو، چه رنگ چشم و چه فرم دماغی دارین. قطعاً هر بدنی لایق ستایشه. هیچ وقت نتونستم با اندام خصوصی زنانم رابطه خوبی داشته باشم. همیشه ترس داشتم از رابطه جنسی. دکتر زنان بهش میگفت واژینیسموس و من مبتلا به این انقباض بد و دردناک هستم. تا 2 سال بعد از ازدواج همچنان باکره بودم. باکره رو بذاریم توی گیومه چون که خیلی خیلی کلمه عجیبیه و برای ما معنای عجیبی داره، معناهایی داره که معناش اصلا نیست. همسرم خیلی ترس داشت و من بیشتر کم کم تونستم بر ترسم غلبه کنم و پیش برم و از سکس لذت ببرم که همسرم گند زد. بعد از اون وارد رابطه فرازناشویی شدم. و چقدر شما خوب می نویسید. رابطه فرازناشویی، حالا فارغ از معناش، چقدر شما زیبا می نویسید. و احساس رضایت بسیار زیادی رو تجربه کردم. بعد از 2 سال رابطه رو با اون آقا قطع کردم چون عذاب وجدان روحم رو خراش میداد. باید اضافه کنم که در همین اثنا از تراپیست کمک گرفتم. سکسمون رو با همسرم بهتر کردم، اما باز متاسفانه همسرم همکاری نکرد. رفتارش اینجور نشون میداد که حوصله نداره. به صورت اصولی که دکتر گفت سکس کنیم و الان نزدیک 3 ساله که با همسرم سکس ندارم و فقط گاهی خود ارضایی میکنم. همین. کاش از دوران نوجوانی بدنم رو بهتر میشناختم و با خودم راحت تر بودم. کاش روزی بیاد که سکس داشتن واسه من هم بشه لذت، نه ترس و درد و انقباض و حتی شر. چقدر پیام پیچیده‌ای بود. این نکته رو من همین الان بگم که ما نمیخوایم وارد این قضاوت اخلاقی بشیم که رابطه به قول ایشون فرازناشویی بده و شما گناهکارین و همه اینها. ما نمیخوایم از این منظر ببینیم. ما نه آخوندیم، نه همسر ایشونیم و نه از داستانهای ایشون هیچ خبری داریم. ما نمیخوایم هیچ نسخه‌ای بدیم که گناهکاری، تو اشتباه کردی، تو خطا کردی. من عذر میخوام هم به خاطر صدای خاروندن گوش پستا، هم از این که خودشو که میخارونه، چون رو میز داره خودشو میخارونه، میز تکون میخوره و میلرزه. من معذرت میخوام ولی فکر میکنم که اینا تو ویدیو بمونه. آره، گفتم که ما آخوند نیستیم، قاضی هم نیستیم و به جای هیچ کدوم از این آدم هم نیستیم که حالا بخوایم بگیم که این کار غلطه، کار درسته و همه اینها. از هیچ خبر نداریم. این تکلیف خودمون رو مشخص بکنیم. و اما داستان رابطه جنسی، یه چیزی که برام خیلی جالبه توی این پیام و فکر میکنم که داستان درصد خیلی خیلی زیادی از ما ایرانی هاست، ما زنهای ایرانی حداقل تا نسل های ما، که همچنان این داستان به وضوح وجود داشت توی جامعه که من ازش میام و جامعه که دیده بودم، چیزی که درباره دوستام دیده بودم، درباره افراد دیگه دیده بودم، اینه که شما هیچ آموزش جنسی ندارید، هیچ آموزش جنسی مطلقا ندارید
اگر که مادرتون، حالا خانوادتون و مخصوصا مادر خیلی شانس آورده باشید و خیلی روشن فکر باشه، اینه که میاد از پریود شدن با شما صحبت میکنه. اونم خیلی دیر. یعنی برای خود من اینطوری بود که من مثلا از چه میدونم 8-9 سالگیم میدونستم که چه اتفاقی قراره برای بدن من رخ بده. درباره پریود شدن با دوستام حرف میزدیم، خیلی یواشکی، خیلی یه چیز بسیار تابو. بچه تابو میگن یا تابو، ولی نمیدونم، من میگم تابو به خاطر اینکه فرانسهش تابوه. من اینطوری یادم الان. اگر که ایرانیا میگن تابو غلط نیست، بیایم وارد این بازی اینم غلطه اون درسته نشیم، به خاطر اینکه هر زبانی حق داره که کلمات رو از آن خودش بکنه. و اگر که توی فارسی به گوش فارسی زبان و به زبان فارسی زبان تابو خوش نمیاد و تابو خوش میاد، هیچ اشکالی نداره و زبان فارسی این اجازه رو داره، مثل هر زبان دیگه. آره، این داستان پریود شدن حتی بسیار تابو بود و اصلا در گوشی و یواشکی و اینطوری تو اتاق یواش پشت درهای بسته مثل یک چیز خیلی عجیب غریبی باش برخورد میکردیم از روزی که شنیده بودیم و بین بچه های 7-8 ساله 9 ساله دهن به دهن شده بود و جرئت نمی کردیم دربارش با بزرگتری حرف بزنیم، از ترس اینکه انگار داریم کار بدی میکنیم و از ترس اینکه دعوا بشیم. و من اینکه خیلی شانس داشتم و خیلی مثلا مامانم روشن فکر بود، دربارش یک مدتی بعد خیلی دیر هنگام با هم صحبت کرد که آره قراره که این اتفاق برای بدن تو و در بدن تو رخ بده و خیلی طبیعیه. و خلاصه که اونجا بود که از تابو بودن خارج شد. و اینو میخواستم بگم که ما مطلقاً هیچ گونه آموزش جنسی نداشتیم و پررنگترین آموزش جنسی، مهمترین و روشنفکرانه ترین آموزش جنسیمون همین داستان پریود بوده. و بعد اینکه باید باکره هم میموندیم و هیچ رابطه جنسی رو تجربه نمی کردیم. و از طرف دیگه بازم هیچ کس نه درباره رابطه جنسی با ما صحبت می کرد و نه درباره خودارضایی با ما صحبت می کرد. و ما روزیم حتی متوجه می شدیم که خودارضایی گناهه، توی گیومه روزی متوجه می شدیم گناهه که انجامش داده بودیم و ما گناهکار بودیم آلردی. من فکر نمی کنم کسی این مسیر رو برعکس طی کرده باشه. آیا کسی هست؟ شما به هم بگین. آیا کسی هست که میدونسته گناهه و شروع به انجامش کرده؟ حالا من اصلا اینطور فکر نمی کنم طبیعتاً، اما از مسخرگی این سیستم همین بس که همه ما حتی اگر که آدم‌های مقید به دینی هم باشیم اول این کار رو انجام میدیم و انقدر آموزش وجود نداره که بعد از اینکه حالا این کار رو انجام میدیم خودارضایی میکنیم بذارین راحت باشیم. حتی این زبان من به مؤدب بودن عادت کرده و ای ننگ بر این مؤدب بودن، ای شرم بر این مؤدب بودن و توف بر این مؤدب بودن. چون ادب این نیست. ادب حرف نزدن درباره عادی‌ترین نیازهای انسانی و تمایلات انسانی و عادی‌ترین کارکرد بدن آدمیزاد نیست. خلاصه که حتی توی همون سیستمی هم که میگه این کار بده، اگر کسی بخواد بهش پایبند باشه چطور باید بهش پایبند بمونه؟ خب تو که به من توضیح نمیدی من چطور باید به این موضوع آگاه و واقف باشم و بهش پایبند باشم؟ که چقدر هم این حرف مسخره است، چقدر هم این تابو کردن خودارضایی
وحشتناک و چقدر آسیب زننده است. و اینکه بعد وارد ازدواج میشیم، با باکره بودن، باکره رو همچنان توی گیومه میذاریم بدون هیچ تجربه ای از بدن خودمون، و اگر هم تجربه ای داریم نهایتا تجربه خود ارضاییه که اون هم که خب گناهه و ما گناهکاریم و این گناه باعث میشه که ما اصلا نتونیم هیچ تجربه ای کسب بکنیم. بدون هیچ تجربه‌ای وارد رابطه جنسی میشیم با آدمی که اون هم همین شرایط رو داره، به احتمال خیلی زیاد. حالا باز برای پسرهای کمی داستانش فرق میکرده، ولی به هر حال کم یا بیش اونم همین شرایط رو داره، اونم بدن خودش رو نمیشناسه و از همه وحشتناکتر من و ایشون که وارد ازدواج میشیم و هر دو این شرایط رو داریم، بدن همدیگر رو هم اصلا نمیشناسیم و اصلا نمیدونیم آیا تمایلاتمون و نیازهامون با هم پوشانی داره یا نداره. آیا ما میتونیم از همدیگه لذت جنسی ببریم و لذت جنسی به همدیگه بدیم یا نه. هیچ آگاهی نداریم و دیگه خدا خودش کمک میکنه، به امید خدا دیگه انشالله دیگه درست میشه. طوری نیست، درست میشه. چجوری درست میشه؟ درست میشه دیگه. همه چجوری این همه بچه آوردن؟ من قراره که مثلا فقط مسئله سکس بچه آوردنه؟ نه، اصلا این حرفا رو نزن، نباید این حرفا بزنی، اصلا به غرور مرد بر میخوره. سکس چه ربطی به غرور مرد داره؟ نه آدم نباید رازهای زندگیشو اصلا نباید بگه، اینا رازهای زندگی هست. و همینطور ما باید در سرخوردگی جنسی پیش بریم در زندگیمون و آدم خوبه ماجرا باشیم و هیچ وقت از سکس حرف نزنیم. باید آدم هایی باشیم که داریم تظاهر میکنیم که ما نه اندام جنسی داریم و نه رابطه جنسی داریم، بچه ها هم لک لک میاره. خب ما چی کار باید بکنیم؟ خود ارضایی که حرامه، رابطه جنسی هم که اصلا حرفشو نزن، باکره هم باید بمونیم، اصلا دستم بهش نباید بزنیم، خیلی بچهای خوبی باید باشیم. و ما چی کار باید بکنیم؟ بعد از ازدواجم که اگه خدا بخواد رخ بده، از میل جنسیمون نباید حرف بزنیم، از مشکلات جنسیمون نباید حرف بزنیم، اصلا سکسولوگ و سکس درمانگر که اصلا حالا برو دنبالش تا پیدا کنی خوبشو، حالا برو دنبالش موفق باشی پارتنرتو راضی بکنی که با تو بیاد و موفق باشی که این پروسه نتیجه بخش باشه. پس ما چی کار باید بکنیم؟ یکی بیاد به این پاسخ بده. مثل اینه که به یه بچه بگی که جیشتو نگه دار و نگه دار و این ادامه‌ای نداشته باشه که نگه دار تا برسی دستشویی و جیشتو بکن. یک همچین وضعیتی ما با رابطه جنسی، با مسئله جنسی یه همچین وضعیت داریم، اینه که آقا تو باید جیشتو نگه داری، نقطه، و هیچ راه حل دیگه ای براش نیست. اگر که میخواید بیاید بگید که راه حل اینه که ازدواج بکنیم، خب اگر که ازدواج بکنم هم من اصلا نمیدونم که با اون آدم میتونم سازگار باشم یا هزار مسئله جدید دارم برای خودم میسازم. همین خانومی که میگه من واژینیسموس داشتم، اگر که قبل از ازدواج و قبل از وارد شدن به یک رابطه بسیار جدی طولانی میدونست که واژینیسموس داره و میدونست که داستانش چیه و شاید میدونست که چی کار باید براش بکنه، چقدر موضوعش فرق میکرد. خب بریم کامنت بعدی که برامون نوشتن.
اولین باره میخوام این حرف ها رو به حالت نوشته در بیارم و خیلی سخته برام. هیچ وقت حتی توی خلوت خودم با صدای بلند بهشون اعتراف نکردم. عزیز من، اینا اعتراف نیستن، قربونتون برم. اینا اعتراف نیستن. شما گناهکار نیستید که بخواید اعتراف بکنید. ممنونم که برام نوشتین، ممنونم که بهم اعتماد کردین، ولی بدونین که اینا گناه نیستن که بخواید بهشون اعتراف بکنید. چه برسه به این که بخوام ازشون بنویسم و ثبت بشم. اولین رابطه‌ای که داشتم با یه پسر بود توی سن 16 سالگی تحت تاثیر دوست‌های دبیرستانم و اون آدم همیشه از من رابطه جنسی می‌خواست، عکس نود می‌خواست و من دختری که توی خانواده مذهبی بزرگ شده و حتی تا یه سنی به اون دین و عقاید باور داشت، برام خیلی سخت بود و هر بار یه جوری ردش می‌کردم. جا داره اضافه کنم اون آدم غریبه نبود و فامیل بود. گذشت تا اینکه یه روز وقتی بعد از کلاس فیزیک کنکورم اومد دنبالم، منو برد گلخونه‌شون و سعی داشت خودش رو به هم غالب کنه و من دست و پاهام میلرزید و اون از شدت خواستن اون ارتباط داشت میلرزید. هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه اون روز. هیچ وقت گریه ها و التماس ها از یادم نمیره و حتی الان بعد گذشت 9 سال هنوز تو تنهایی هام و سکوت خونه اون تصویر جلوی چشمم زنده میشه. و چیزی که برام دردناکترش میکنه اینه که من اون موقع به خاطر اینکه از بدنم، از اینکه اونجوری که میدونم مردها دوست دارن نبودم، شرم داشتم و برای همین هر بار بهش نمیگفتم. یادم هر چقدر خودم رو شیپ میکردم بازم میدونستم کافی نیست، باید بهتر باشم. و این چیزی بود که اون موقع خودم رو بابتش سرزنش میکردم، اینکه ارزش خودم رو فراموش کرده بودم. بعد از این تجربه من دیگه نتونستم با هیچ مردی ارتباط برقرار کنم. منزجر شدم از همشون و حتی سعی نکردم که ارتباطی برقرار کنم با مردها. و این شد که توی 18 سالگی وارد اولین رابطه‌ام با یه دختر شدم و به 1 سال نکشیده به کشمکش خوردیم و باز هم سر مسائل جنسی و شرم من از خودم و بدنم باعث شد خودم سریعتر به رابطمون پایان بدم. همه اینها گذشت تا اینکه دوست دختر فعلیم رو پیدا کردم. از یک کراش 1 ساله توی دانشگاه تبدیل شد به یه رابطه خیلی قوی و عاشقانه 2 ساله تا الان که 24 سالمه. الان توی لانگ دیستنسیم و چیزی که خیلی آزارم میده اینه که تمام اون 2 سال که میتونستیم رابطه جنسیمون رو تا تهش پیش ببریم نبردیم، چون من میترسیدم و اجازه نمیدادم. از اندام خودم میترسیدم، از اینکه از نظرش زیبا نباشم. هیچ وقت نمیدونستم خودارضایی چه شکلیه، چون به خاطر پیشینه مذهبی که داشتم حتی فکر کردن بهش هم برام مثل بزرگترین گناه زندگیم بود. هیچ وقت سعی نکردم خودم رو و بدنم رو کشف بکنم. حتی هیچ ایده‌ای راجع به این که نقطه جی کجاست و انواع اطلاعاتی که هر دختری باید راجع به بدنش بدونه نداشتم. و این رابطه‌ای که الان توشم انقدر برام با ارزشه که برای از دست ندادنش سعی کردم یکم خودم رو کشف بکنم. و بعد از اون تجاوز توی دوره دبیرستانم همه باور و اعتقاداتم به دین و خدا رو ذره ذره از دست دادم و الان توی 24 سالگی تونستم یاد بگیرم خودارضایی چطوریه و دارم تازه با بدن خودم آشنا میشم و حتی سعی کردم راجع به این سکیوریتی هام با پارتنرم حرف بزنم. سخته. هنوزم گاهی از اون دید قضاوت به خودم نگاه میکنم. هنوزم از نظرم شکم داشتنم خیلی بده و فوری سعی میکنم با ورزش از بین ببرم اون توده چربی اضافه رو. و جالب اینجاست که پارتنرم رو با همه ویژگی ها و خوب و بدش دوست دارم و اصلا مهم نیست برام چاق بشه یا لاغر. تنها کسی رو که قضاوت میکنم و انتظار دارم پرفکت باشه خودمم. و شاید اگر دور نمیشدیم من هیچ وقت سعی نمی‌کردم خودم رو کشف کنم و حتی خودارضایی کنم و اولین خودارضاییم تجربه خوشایندی بود برام، هرچند هنوزم گاهی اون مذهب و سرکوبی که از بچگی باهام بود به هم فشار میاره و تلاش میکنه احساس گناه کنم، ولی سعی میکنم نادیدش بگیرم. بازم چه پیامی، بازم چه تجربه‌ای، چه پیامی و چقدر احساسات مختلف. راستش نمیدونم چی بگم، ولی خوشحالم از این امانسیپاسیون، از این
شکستن زنجیرها خیلی خوشحالم. خب به نظرم این پیام خودش خیلی گویا بود. خب پیام بعدی اینه که نمیدونم ربطی به موضوعی که میخواید داره یا نه، ولی من به شدت از بدنم شرمسارم. معلومه که ربط داره به موضوعی که میخوایم. دقیقاً میخوایم از همین حرف بزنیم. از بچگی مامان به شدت مذهبیم اجازه پوشیدن شلوارک جلوی بابام رو نمیداد. من یادمه که من این داستان رو نداشتم و از شنیدنش از همکلاسیام بسیار متعجب می شدم که همکلاسیام می گفتن که ما جلوی بابامون مثلا آستین حلقه، نمیدونم تاپ، شلوارک اینا نمی پوشیم و من موقعی که اینو فهمیدم واقعا برام چیز عجیبی بود. من نهایت تجربه‌ام با بابام این بوده که مثلا موقعی که بابام خونه بوده مامانم چشواره میرفت مثلا درست بشین. باز من اون رو هم هیچ وقت نفهمیدم خیلی، یعنی مثلا شاید کلی بوده، شاید اینطوری بوده که مثلا یک آموزش کلی بوده که کلن درست بشین که خب بجاست، ولی حالا جلوی بابام چرا به صورت ویژه این خاطره در ذهن من مونده که مثلا جلوی بابات درست بشین. فکر میکنم یک بعد کوچکی باز از همون فرهنگ این که اینا مردن و جلوی مردا باید خیلی چیزا رعایت بشه و اگه پریودی نباید بفهمه فلان اینها داشته باشه. هرچند که برای من این داستان نبوده که اگه پریودی مثلا بابات نباید بفهمه، همچین چیزی ما اصلا نداشتیم. باز نمیگم که با هیچ اندازه از شرم همراه نبوده، قطعا با یک مقدار مشخصی از شرم همراه بوده، اما به هر حال مکانیسم دفاعی علیه این شرمه یه ذره مثلا شوخی و خنده و اینها بوده که مثلا بابام همیشه بهم گفته مثلا چه دختر بیادب، مثلا بیادب مثلا که درباره پریودت حرف میزنی مثلا یه همچین فضایی بوده که خب میگم مکانیسم دفاعی شوخی علیه شرم. ولی آره منم این رو دیدم در اطرافم که یعنی چی؟ یعنی نمیدونم، خیلی نمیفهممش. از بچگی مامان به شدت مذهبیم اجازه پوشیدن شلوارک جلوی بابام رو نمیداد. هیچ وقت یادم نمیره یه روز توی سن 10 سالگی یه شلوارک پوشیده بودم، پاهام هم پر از موی زائد بود، لای بگردم. نشسته بودم جلوی تلویزیون میدیدم. مامانم از بیرون اومد و منو با لباس نوعی که ذوقشو داشتم دید و گفت وای روت میشه با این همه مو جلوی بابات اینجوری بگردی؟ الهی من بمیرم برات که بچه. خب من میدونم که اگرم میخواستی این موی پا رو بزنی همون مامان میومد میگفتش که وای خاک به سرم، خراب شدی دیگه، تو مگه شوهر کردی که داری به خودت میرسی؟ تو مگه شوهر میخوای که داری چه میدونم موی پاتو میزنی؟ و من یادمه که حالا من خیلی مو نداشتم کلا، ولی من یادمه که زدن موی دست و پا و اینها اصلا یک مراحل خیلی پیچیده‌ای بود که باید ازش عبور میکردی و معلوم هم نبود که حالا بزرگتر تو کی تصمیم بگیره که تو ازش عبور بکنی. و یه زمانی چقدر 4 تا تار موی پا که اصلا الان برای من مهم نیست، حالا میگم شانسی هم داشتم که خیلی زیاد نبوده که شاید بخواد برام پر رنگ بشه، ولی به هر حال زیاد یا کمش واقعا مهم نیست، چیز مهمی نیست در کل و جزء طبیعت بدنه. ولی همین 4 تا تار موی دست و پای زمانی هم خب خیلی ما برامون بچه بودیم و خیلی برامون معناهای دیگه‌ای داشت و برامون معنای جورای بزرگ شدن، معنای استقلال بود، معنای آدم حساب شدن بود. اینکه بتونیم برای موی دست و پامون تصمیم بگیریم خیلی برامون جالب بود و الان سالی به ماهی آدم مثلا ممکنه هیچ توجهی بهش نکنه و اصلا برامون مهم نیست. من داستان سر ناخونم داشتم. من خیلی خیلی دوست داشتم تا یه اندازه این ناخون بلند داشته باشم و این
اینکه این اجازه رو نداشتم، این خیلی شدنی نبود به واسطه حالا مدرسه رفتن و اینها خیلی برام آزاردهنده بود. و آره میخواستم بگم که این مامان، همین مامان اگه اون موهارم که داشته به خاطر اون موها بهت شرم میداده، اگه تو میخواستی بزنیشون بازم نمیذاشته. من اینو مطمئنم. الان ازدواج کردم، دیگه مویی نیست. خانواده همسرم ذهن بسیار بازی دارن، ولی من حتی پوشیدن لباس باز جلوی شوهرم هم برام سخته. جلوی پدر شوهرم که اصلا و به هیچ وجه نمیتونم بپوشم و آزاد بگردم. یا اینکه توی ذهنش اینجوریه که کسی که لاغره هر لباسی بپوشه اندامش توش نمایان نیست و خیلی کاری نداره، اما وای از اینکه یک آدم چاق لباس تنگ بپوشه. همش میگه وای چجوری روتون میشه، از بس هیکلت قشنگ نمایشش میدی. یا مثلا اصلاح موی زائد جلوی بابامون ممنوع بود. چرا؟ هیچ وقت نفهمیدم. راستش این مامانه خیلی متناقضه که گفته که چجوری روت میشه با این همه مو جلوی بابات اینجوری بگردی. خب یعنی این موها رو بزنم اوکیه؟ نه این موها رو بزنی برعکس خرابی. اصلا یعنی کلن نباش، یعنی کلن حذف کن، غلطگیر بگیر، چون تو یه غلط بزرگ هستی. کلن غلطگیر بگیر وجودتو که ما نبینیمش. آره منم راستش نفهمیدم. هیچ وقت نفهمیدم، چون باید شرم و حیا داشت جلوی بابات اصلاح صورت نکنی، یا مثلا بدن تو موم نندازی، یا مثلا موقع پریود شدن وای نوار بهداشتی توی سطل سرویس بهداشتی ننداز، بابات میفهمه پریودی. و بعد چی میشه؟ یعنی مثلا یک فعل و انفعالاتی درش رخ میده، مثلا میاد بهت آسیبی میزنه، میاد مثلا، یا اینکه نه کلا مشکل از توه، اصلا در هیچ فعل و انفعالاتی رخ نمیده، کلا ما خوشمون نمیاد، اصلا هیچکی نباید بفهمه که تو وجود داری. خب من وجود دارم و وجود داشتن من عین این که دستشویی میرم باشه. من درک میکنم که کسی دلش نمیخواد دستشویی کردن کسی دیگه رو ببینه. من درک میکنم که یک فضاهایی از بدن، یک جاهایی از بدن به هر حال همیشه خدا یک شرمهایی باهاش بوده، یک شرم هم نگیم، یک اینتیمیتی باهاش بوده، یه جوری بوده که آدم ها دلشون نمیخواست انگار به هم نشونشون بدن، که اونم باز فرهنگ به فرهنگ بسیار متفاوته. اما باشه من میفهمم، اما من وجود دارم با همه نیازها، مثل نیاز به دستشویی رفتن که همونم انگار یه جاهایی خیلی نگاه خوبی روش نیست و باید حذف بشه و نادیده گرفته بشه. اما بدنی که من درش وجود دارم، من هم درش هیچ انتخابی نداشتم. این بدن ماه به ماه خون ریزی داره، خیلی طبیعیه. من میتونم بفهمم که وظیفه منه که بهداشتم رو رعایت بکنم، کسی رو آزار ندم با بوی بدنم یا چیزهای از این قبیل، یا مثلا بهداشت اون نوار بهداشتی کثیف رو رعایت بکنم، توی یه چیزی بپیچمش که حالا بوش بلند نشه، یا مثلا شاید حتی کسی براش جالب نباشه خون ببینه. خب همه اینها رو من میفهمم. اما اینکه نوار بهداشتیت رو توی سطل ننداز که بابات و فقط هم بابات، خواهرت اگه بفهمه اشکال نداره ها، فقط بابات نفهمه که تو پریودی. خیلی دوست دارم بدونم که این مامانه خودش که پریود می شده شوهرش نمیفهمیده. پس یعنی من خیلی سعی میکنم منطقش رو بفهمم ولی درک نمی کنم. یعنی این مامانه که پریود می شده شوهرش میفهمیده. خب طبعا رابطه جنسی، حالا این خانواده سنتی، این چارچوب بسته این شکلی، طبیعتا تو اون ایام رابطه جنسی نداشتن. آیا نمیگفته به شوهرش مثلا ضمنی باید میفهمیده که این پریود شده؟
یا اگه میفهمیده و میدونسته و بهش میگفته که من الان پریودم، عادت ماهانم، نه قاعدگی دارم، من رگلم الان، هرچی که بهش میگفته برای اون خوب بوده، برای دختره بد بوده. خیلی تلاش میکنم که کمی خودم رو در جای اون آدم قرار بدم، ولی میبینم که راستش نه، خیلی نمیدونم، شاید تلاش من تلاش موفقیت آمیزی نیست. خیلی ناراحت میشم به خاطر اینکه این آدم ها نمیتونم بگم مثلا احمق بودن، ضریب هوشیشون بهشون اجازه نمیداده. این آدم ها فقط بزدل بودن برای من از یک آدمی که یک سری توانایی خاص جسمی نداره، از آدمی که روی مثلا پاهاش نمیتونه بایسته، توقع اینو ندارم که بره 2 ماراتون برنده بشه. ولی من میبینم که همین آدما و همین زنها، حالا آدمها در کل، که البته زنها که میگم چون حالا ایشون گفته بود مامانم، وگرنه زنها قربانی یک چیزی هم به نام سیستم مردسالار، چنان که مردها هم قربانی یک چیزی هم به نام سیستم مردسالار. و تقصیر این زن به صورت ویژه نیست، ولی به صورت ویژه هم از این شخص عصبانی میشم وقتی خودم رو به جاش میذارم، به خاطر اینکه میگم که یعنی تو هیچ وقت فکر نکردی و نشستی فکر بکنی که من برای این کارم چه منطقی دارم و جلوی چه چیزی رو دارم میگیرم، و این چیزی که اسمشو گذاشتم حیا دقیقاً چیه. یعنی هیچ وقت از خودت نپرسیدی مگه میشه؟ خیلی از این آدم هایی که من دربارشون میشینم این فکر رو میکنم، با خودم میگم اینا لامصب، شما مدرسه رفتین، سواد داشتین، حتی 4 کتاب تو خونتون داشتین. من اینو نمیفهم. اینجاست که ازشون دلخور میشم. بازم تاکید میکنم که هیچ خشونتی بهشون ندارم و نمیرم قطعا، اگر که این آدم ها هم در اطرافم باشن، نمیرم این حرف ها رو بهشون بزنم. از این خشم استفاده میکنم که بیام حرف ها رو در محیطی که بهتره زدنش بزنم و نمیرم حالا یقه خود اون آدم رو بچسبم توی 60 سالگی یا 70 سالگی یا 80 سالگی و نیایید بگید که به اعصابت مسلط باش، اون هم گذشته خود. من میدونم که اون گذشته خودش رو داشته و به خاطر همینه که الان نمیرم یقه امثال این آدم ها رو در زندگی واقعی بچسبم. اما بذارید اعصابم خورد باشه، بذارید خشمگین باشم. البته که عصبانی هستم و این خشم اگر نبود من چه انگیزه‌ای داشتم برای اینکه بیام 1 ساعت 2 ساعت وقت بذارم و از این چیزها حرف بزنم. اینه که میگم خشم نیروی پیشبرنده بسیار خوبیه برای بسیاری از تغییرات در خودمون و در جامعه. خب یا مثلا موقع پریود شدن که گفتش که آره مامانم میگه نوار بهداشتی توی سطل سرویس بهداشتی ننداز، بابات میفهمه پریودی. وای که چه فاجعه ای. باید نوار بهداشتی رو توی 2 پلاستیک سیاه میکردم و قایم میکردم زیر آشغالای سطل آشغال آشپزخونه. یا مثلا اگه میخواستم توی پریودی لباسای شسته شده رو آفتاب بکنم، میگفت نه تو پریودی نکن، نجسی لباسا خیسه نجس میشه. نمیدونم خوشحال باشم که اطلاعات دینی دارم یا ناراحت باشم. ای کاش مسئله ما فقط دین بود، که کما این که در دین این حرف مسخره است. در همون دین که خیلی چیزاش خودش ایراد داره و سراسر سرکوبه، به خدا دیگه این نیست. ای کاش درد ما یکی بود. معتقده فقط زمانی طاهر میشی که غسل کنی. البته من سالهاست از این چیزا دور شدم، از تک تکشون، اما هیچ کدوم برام کم رنگ نشد. میفهمم و جز این که بگم میفهمم
هیچ حرف دیگه ندارم. باز گفتم که تجربه کردم، بارها هم تجربه کردم از سنین کودکی. این یه پیام دیگه است. منظورشون هم از تجربه کردم تجربه شرمه. الان چی؟ با خودم غریبم، از آدمها و مرد جماعت میترسم. هویت اصلی خودم رو نمیشناسم. ولی بچه کاشکی نقطه، کاما، علامت تعجب، علامت سوال، اینها رو استفاده بکنید، به خاطر اینکه اینطوری همه رو الان پشت سر هم نوشتم، این تک 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 پشت سر همه و من واقعا توی خوندن دچار مشکله. علائم سجابندی رو جدی بگیریم. هویت اصلی خودم رو نمیشناسم. یادم پیش دبستانی بودم و پسرم من میگفت بیا راجع به مسائل خصوصی حرف بزنیم. منم کنجکاو. اینجا یه علامت تعجب گذاشتم و خودم رو در اون میذاشتم، و اون منو دستمالی میکرد. یادم یه بار تو مدرسه منو دفتر بردن به خاطر اینکه راجع به سکس سوال پرسیده بودم، تنبیه شدم و مامانمو خواستم. مظلومانه تر از این من سراغ ندارم در جهان. مظلومانه تر از این چیزی در جهان سراغ ندارم که یک بچه‌ای که در دنیای پر از سوال، دنیای پر از ندونستن، دنیای شگفت‌انگیز خودش داره زندگی میکنه، مثل این که براش سوال پیش میاد که چرا این شمع داره میسوزه، یا چرا این گل قرمزه، یا چرا اون شیر این شکلیه، چرا ماست این شکلیه. براش سوال میشه که بچه چجوری به دنیا میاد، آدما این مثلا دم و دستگاهشون برای چیه، چی کار با هم میکنن، نمیدونم ازدواج یعنی چی. و مظلومانه ترین چیز جهان اون شرمیه که این بچه از داشتن این سوال ها تجربه میکنه. و دیگه بدتر این که تنبیه بشه و مامانشو بخواد.